بگیرن. اونایی که هر وقت میاد یه کاری بشه برخورد با بدحجابی بشه یه سنگی جلوی پا میندازن بگیرن این پیام را. نمیدونم چه علتی داره که یه عده‌ای به هیچ قیمتی حاضر نیستن نه زیر بار شرع برن نه زیر بار قانون. خواهی تو مسلمانی این آیات قرآن و این احادیث و این فقه و این رساله اگر را در اسلامیت خودم تردید داری لااقل کاری به اسلام نداری. قانون اینم قانون هم میگه باید حجاب و عفاف رعایت بشه. این قانون زمین مونده. بالاخره این پیام را این خواهرها دارند و باید انشاءالله همه دریافت بکنند و رسانه ها و هر کسی دیگری و هر جای دیگری که میتونه به این مسیر کمک بکنه اونم وظیفه خودش را انشاءالله بشناسه. این هم یک مسئله. آخرین عرض بحرین مظلومه، بحرینی که این همه زندانی پشت سر هم میگیرن زندانی میکنن، مردم از کارشون بیکار میکنن، از دانشگاه بیرون میکنن، از بیمارستان بیرون میکنن، پرستار بیرون میکنن، دکتر بیرون میکنن که چرا پرستاری از مجروح کردی. و من نمیدونم واقعا دنیا چقدر رسواست و بی‌آبرو. بحرین چی میخواد؟ اونی که شما اینقدر شعارشو میدید میخواد، میگه هر یک نفر یه رأی. اینو میخوان. آیا این حق رو دارن یا ندارن؟ چرا باید کشته بشن؟ بعد میاد اینجا یه همایشی میخوان آشتی و اینا مطرح میکنن برای رد گم کردن و برای اینکه مسئله شیعه و سنی مطرح کردن که اینا فایده نداره. بالاخره این بحرین باید انشاءالله به دست اسلام و مسلمین فتح بشه. نیروهای امریکایی در لباس نیروهای عربستانی باید انشاءالله اخراج بشن و یه روزی بیاد که اسلام انشاءالله در بحرین حاکم بشه انشاءالله. و بعد هم آخرین مطلبم اون لیبیه که اونم واقعا مشکل خودش را داره و خب نیروهای قذافی جدا میکشن، ناتو جدا میکشه، مردم هم این وسط قربانی دارن میشن. و فقط همینقدر ما توصیه میکنیم که این نهادهای جاهایی که انقلاب شده این بیداری اسلامی هر جا رفته مواظب باشن مهره ها فقط عوض نشه و همون مسیر و همون قدرت ادامه پیدا بکنه. بصیرت میخواد، همت میخواد، استقامت میخواد، جنفشانی میخواد. خدای برق محمد و آل محمد همه شونو به پیروزی برسان. واعظان که جلوه در محراب من بر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. گویا باور نمی دارند روز داوری
کین همه قلب و دغل در کار داور می کنند. واعظان کین جلوه در محراب من بر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. بنده پیر خراباتم که درویشان او گنج را از بی نیازی خاک بر سر می کنم. واعظان کین جلوه در محراب من بر می کنم، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. خانه خالی کن دلا تا منزل جانان شوند، کین هوسناکان دل و جان جای لشکر می کنند. حسن بی پایان او چندان که عاشق می کشد، زمره دیگر بهش از غیب سر می کنند. واعظان کین جلوه در محراب من بر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. واعظان کین جلوه در محراب من بر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. واعظان کین جلوه در محراب من بر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. واعظان کین جلوه در محراب من بر می روز بخیر خدمت شما بینندگان و همراهان همیشگی تلویزیون ایرانیان برلین و همچنین کلی عزیزانی که از طریق سایت جهانی اینترنت برنامه ما رو مشاهده می کنند. امروز یک شنبه 10 یولی 2011 میلادی برابر با 19 تیر ماه 1390 خورشیدی می باشد. برنامه امروز در 2 قسمت تقدیم حضورتان می شود. بخش اول رویدادهای خبری هفته‌ای که گذشت و بخش دوم اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی از شهر برلین. توجه شما را به رویدادهای خبری هفته‌ای که گذشت جلب می‌کنم.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از دیدار خود با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در هفته جاری خبر داد. وی با ابراز نگرانی گفت که نامه ساده از ایران مبنی بر 3 برابر کردن غنیسازی اورانیوم دریافت کرده است. یوکیو آمانو تاکید کرد پیام این دیدار برای ایران این است که باید به صورت کامل به معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای و سایر تعهدات خود در قبال جامعه جهانی پایبند باشد. کاترین آشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای از طرف کلیه کشورهای عضو ضمن ابراز نگرانی در رابطه با بازداشت‌های خودسرانه گروهی از چهره‌های شناخته شده زنان در هفته‌های اخیر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست بر اساس تعهدات بین‌المللیشان حق آزادی بیان را برای کلیه شهروندان ایران محترم شمارند. وی خواستار آزادی کلیه خبرنگاران، هنرمندان، فعالان حقوق زنان، وکلای مدافع که در زندان‌های ایران به سر میبرند شده است. محمود احمدی نژاد هفته گذشته در نامه خطاب به وزارت علوم و بهداشت طرح تفکیک جنسیتی را سطحی و غیرعالمانه خواند و خواستار توقیف اجرای آن شد. این در حالی است که روابط عمومی وزارت علوم اعلام کرد که اخیراً تحت عنوان طرح تفکیک جنسیتی از سوی برخی رسانه‌ها مطرح شده که با واقعیت انطباق ندارد. حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت علی خامنه‌ای کمیته ویژه‌ای برای بررسی قانون‌شکنی‌های دولت احمدی نژاد تشکیل داده است. معصومه دهقان فعال مدنی و همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری از روز 14 تیر ماه بدون ارائه دلایل بازداشت شده است. عبدالفتاح سلطانی میگوید دستگیری همسرش میتواند برای اعمال فشار وی در راستای فشارهای اخیر بر وکلا باشد. ایران بر پایه عملکرد 3 سال گذشته و سوء مدیریت دولتی در میان بدترین اقتصادهای جهان دهم شد. حسین ساجدی فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرد ورود زنان به چایخانه‌ها و قهوه‌خانه‌هایی که به مشتریان قلیان عرضه می‌کنند از 20 تیر ماه سال جاری ممنوع است. بهروز جاوید تهرانی زندانی سیاسی جوانی که از سال 1378 تاکنون به دلایل عقیدتی در زندان رجای شهر به سر میبرد و در آخرین سال محکومیت بلند مدت خود است، به همراه 3 زندانی سیاسی 7 تیر ماه از زندان رجای شهر کرج به بند 209 زندان اوین منتقل شده است و علیرغم پیگیری‌های خانواده‌ها از سرنوشت آنان اطلاعی حاصل نشده است. و آخرین خبر این که حسین پاکدامن رئیس انجمن متخصصان مغز و اعصاب ایران گفت سن شروع سکته‌های مغزی در این کشور به 45 سال کاهش یافته است. وی رژیم غذایی نامناسب، مصرف غذاهای فست فود، چاقی، عدم تحرک، آلودگی هوا، ابتلا به دیابت، استرس و اضطراب و استعمال دخانیات را از عوامل پایین رفتن سن سکته در ایران عنوان کرد. هپی بوفه در رستوران رویا. شما عزیزان می توانید جمعه ها از ساعت 1 تا 5 بعد از ظهر 2 نوع خورشت روز را به همراه کباب کوبیده و یا جوجه کباب هر چقدر میل دارید نوش جان کنید. قیمت هر چقدر دوست دارید پرداخت کنید. بله درست شنیدید، هر چقدر دوست دارید پرداخت کنید. و اما شنبه ها از ساعت 1 تا 5 بعد از ظهر دلوکس بوفه در رستوران رویا. 2 نوع خورشت روز، 2 نوع برنج، کباب‌های خوشمزه ایرانی، جوجه، ماهی، کباب بره و با انواع و اقسام پیش غذا و دسر. قیمت فقط 15 €. تلفن اطلاعات 40 57 46 86 واقع در برن فرملشتقاسته شماره 10 در 10 439 برلین.
رستوران پرزپولیس افتتاح شد. نان دا، کباب دا، انواع کباب ها و خورشت های خوشمزه ایرانی در رستوران و شیرینی سرای پرزپولیس در مرکز شهر برلین، کورفورستن اشتراسه شماره 127 در 10785 برلین. شماره تلفن 030 450 86 734. از بوفه غذاهای مخصوص رستوران سرای از دوشنبه تا جمعه ساعت 12 تا 16 بعد از ظهر هر چقدر دوست دارید میل بفرمایید. انواع خورشت‌های خوشمزه و کباب‌های ایرانی، پیش غذا و دسر برای هر نفر فقط 6 یورو و 90. رستوران سرای واقع در اولاندشتراسه شماره 142 نبش دوسلدورف اشتراسه در منطقه ویلمسروف. تلفن اطلاعات 030 863 96 664. رستوران اکسیژن با انواع غذاهای ایرانی و غیر ایرانی آماده پذیرایی از شما و میهمانان شما می باشد. آدرس اشتوتگارت پلاتز شماره 6 در 10627 برلین، نزدیک اوبانهوف ویلمسدورف اشتراسه و یا اسپانهوف شالوتنبورگ. شماره تلفن 319 98 532. یارم دیگه هیچ راهی نداره، برای مسافرت بهانه بیاره، هر وقت که بخواد قرار بذاره بلیطو میتونه به دست بیاره. فقط یک تلفن مایه کاره، ایروپلان تو کن شیرین میکاره، کامران خطیبی تو کارت بی رقیبی، به درد هر مسافر تو مثل یک طبیبی. ایروپلان شهرهای کلن، دورتموند و فرودگاه کلنگون آلمان، بزرگترین آژانس مسافرتی ایرانی در سراسر اروپا. ایروپلان با مدیریت مدبرانه کامران خطیبی و همکاری همایون به همراه مسئولان فارسی زبان و بین المللی ارائه دهنده عالی ترین سرویس برای سفر بر هر نقطه جهان. هاردناکشوله بزرگترین آموزشگاه خصوصی زبان خارجی در برلین با بیش از 40 سال فعالیت درخشان و آموزش به بیش از 100,000 نفر علاقمند به فراگیری زبان. Ich komme aus Mosambik. Hallo, ich komme aus der Mongolei. Ich komme aus dem Sudan. Ich komme aus dem Iran. Ich komme aus Kuba. Ich komme aus Polen. Ich komme aus China. Ich komme aus Frankreich. Ich komme aus dem Libanon. Ich komme aus der Mongolei. Ich lerne an der Hartnackschule Deutsch. هاردناکشوله برلین واقع در ماتشتراسه شماره 5 در 10777 برلین، منطقه شونبرگ، در نزدیکی اوبانهوف نولندورف پلاتز. این 20 رستوران الردا با انواع لذیذترین کباب‌های ایرانی، جوجه کباب، کوبیده، برگ، سلطانی، غذاهای خوشمزه لبنانی و غذای ویژه هفته با بهترین و مرغوبترین کیفیت آماده پذیرایی از شما عزیزان است. قبول سفارشات برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما با قیمت‌های بسیار مناسب. آدرس الردا هوتنشتراسه شماره 69 در 10553 برلین. شماره تلفن 030 391 11 19.
زبان و دارالترجمه بین‌المللی مهندس محمد شمس. پارسی Sprachdienste seit 1978. ترجمه سریع و رسمی اسناد و مدارک از کلیه زبانها از سراسر آلمان. طراحی، چاپ جزوات، پوستر، بروشورهای تبلیغی، آرم شرکت‌ها، کارت‌های مختلف از جمله انواع کارت‌های غذایی برای رستوران‌ها، هتل‌ها و غیره با مناسب‌ترین قیمت. انتشار تبلیغات و صفحات شما در شبکه گسترده جهانی اینترنت توسط مهندسین متخصص. آدرس کانتشتاغاسه شماره 54 در 10627 برلین اوبانهوف ویلمرسدورفشتاغاسه. تلفن رایگان از سراسر آلمان 0800 215 5000. توجه شما را به اخبار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی از شهر برلین جلب می‌کنم. اگر سایت اینترنتی شما و بروشورهای تبلیغاتی فعالیت‌هایتان مخاطبان فارسی زبان را تحت پوشش قرار نمی‌دهد، ما آنها را به زبان فارسی هم طراحی می‌کنیم. همچنین خانم‌ها و آقایان فارسی زبان، حتی مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها که معتقدند هیچ سنی برای یادگیری دیر نیست و می‌خواهند از طریق ایمیل و اینترنت با دنیا در تماس باشند، می‌توانند در آیتی فردوسی به زبان فارسی با مبانی کامپیوتر و اینترنت آشنا شوند و برنامه‌های ورد، اکسل و پاورپوینت را به خوبی یاد بگیرند. محل تشکیل کلاس‌ها تراوتنشتاغاسه شماره 5 در چند قدمی اوبانهوف گونسلشتاغاسه. تلفن اطلاعات 270 17 570 آیتی فردوسی. هپی بوفه رستوران رویا. شما عزیزان می توانید جمعه ها از ساعت 1 تا 5 بعد از ظهر دو نوع خورشت روز را به همراه کباب کوبیده و یا جوجه کباب هر چقدر میل دارید نوش جان کنید. قیمت هر چقدر دوست دارید پرداخت کنید. و اما شنبه ها از ساعت 1 تا 5 بعد از ظهر دلوکس بوفه رستوران رویا. دو نوع خورشت روز، دو نوع برنج، کباب‌های خوشمزه ایرانی، جوجه، ماهی، بره و با انواع و اقسام پیش غذا و دسر. قیمت فقط 15 یورو. تلفن اطلاعات 40 57 46 86. مکان بورنهولمشتاغاسه شماره 10 در 10439 برلین. فیلم جدایی نادر از سیمین از 14 جولای در سینماهای آلمان روی پرده می رود. جشنواره برلین به یاری هیئت داوران ویژه به ساختن و پخش فیلم‌های برگزیده کمک می‌کند. جدایی نادر از سیمین کار اصغر فرهادی در میان فیلم‌های برگزیده‌ای که به پخش آنها کمک می‌شود به چشم می‌خورد. بازی‌های نیمه ماراتون 21 کیلومتر و 975 متر جام اروپا در پوتسدام برگزار گردید. این مسابقه بین‌المللی در رشته 2 و پیاده‌روی انجام شد. آقای قاسم نادلی‌پور دونده ایرانی ساکن شهر برلین با شماره سینه 1623 در رشته پیاده‌روی دعوت شده بودند و موفق شدند 21000 متر و 975 متر نیمه ماراتون را با زمان 2 ساعت و 8 دقیقه و 11 ثانیه طی کنند و در کل مقام اول و جوایز نقدی را به دست آورند. همکاران تلویزیون ایرانیان برلین برای ایشان موفقیت‌های بیشتری را آرزومندند. شما رو در رابطه با 18 تیر می‌خواستم بپرسم. 18 تیر از سال 78 همونجور که در جریان هستی توی کوی دانشگاه اتفاق افتاد که ما برای همبستگی با همون برنامه 18 تیر تا سال الان 12 سال این مسئله ادامه داده که می‌خوایم این تمام این صدامون رو به تمام گوش ملت برسونیم. تمام شلوغی‌هایی که از 18 تیر توی دانشجوها توی کوی دانشگاه توی امیرآباد شمالی برگزار کردیم، ما می‌خوایم بگیم همه با هم همبستگی داریم و به خاطر همین مسئله همچنان این مسئله رو ادامه میدیم که تمام مردم‌های جهان رو بتونیم نسبت به این مسئله مطلع کنیم.
ما اینجا جمع شدیم همه دوره هم به خاطر اینکه همبستگی بکنیم با دانشجوهایی که توی ایران به خاطر اعتراضاتشون توی ایران سرکوب شدن و یا تو زندانن یا اونایی که چندین ساله به خاطر همین اعتراضاتشون کشته شدن. ما می‌خوایم که شرایط ایران نسبت به زمانی که 18 تیر اتفاق افتاد در واقع به سوی بدتر شدن پیش رفت و همینطور که امروز هم در ایران ما مشاهده می‌کنیم می‌بینیم که دانشجوها حتی برای یادآوری اون روز نمیتونن یک بزرگداشتی بگیرن، یک در واقع یاد دوستانی رو که اون زمان به زندان افتادن یا کشته شدن رو گرامی بدارن. شرایط ایران به نظر من هرچه حکومت فضا رو بسته تر بکنه بیشتر به طرف حادتر شدن میره و این اتفاقا به ضرر خود حکومت هست، برای اینکه در یک فضای باز این امکان به وجود میاد که جامعه با حکومت هم وارد گفتگو بشه، ولی وقتی فضا بسته است باید مطمئن باشه که جامعه راههای دیگری رو دنبال خواهد کرد. چند وقت شما در برلین ساکن هستید؟ سلام، من حدود 6 ماهه که من در برلین ساکن هستم. میتونم ازتون سوال کنم علت اینکه از ایران اومدین بیرون چی هست؟ من میراث پروره فرزند یکی از زندانیان سیاسی سال 67 که پدرم در اون سال اعدام شده بود اومدم اینجا تا وظیفه خودم دونستم که با بقیه ایرانی‌ها در این اعتراض شرکت کنم که جلوی اعدام‌ها گرفته بشه در ایران. تا وظیفه خودم میدونستم که بیام. نظرتون؟ ناصر خانم خیلی خوشحالم که شما اینجا هستیم. میخوام ازتون سوال بکنم اون روزهای 18 تیر 12 سال قبل شما کجا بودیم و چیکار می‌کردید؟ من 18 تیر در رادیو مولتیکولتی کار می‌کردم و خب اخبار ایران رو مثل همیشه مثل امروز هم دنبال می‌کردم و از نزدیک با خیلی از کسانی که تلاش می‌کردن و زندانی شدن دستگیر شدن در تماس بودم و با بسیاری از اینا مصاحبه کردم و دردهاشون و دستگیریاشون و شکنجه‌هایی که شدن و از نزدیک دیدم، شنیدم و بسیار متاسف شدم و تلاش خودم هم کردم برای اینکه مقداری بیشتر دموکراسی در ایران حاکم بشه. Also wir haben nach wie vor seit 2 Jahren unsere Iran-Mahnwache auf dem Pariser Platz, jeweils um 16 Uhr, so bis 17 Uhr, eine gute Stunde. Und wir veranstalten das immer noch regelmäßig, weil wir es für ganz, ganz wichtig erachten, dass möglichst viele Leute, die dort auf dem Pariser Platz vorbeigehen, Touristen, die diese Bundeshauptstadt besuchen, informiert werden über die tagtäglichen Menschenrechtsverletzungen im Iran. Es geht uns immer noch darum, möglichst viele Leute zu informieren und dieses Thema Menschenrechtsverletzung, Hinrichtung, Vergewaltigung, Mord und Totschlag, Folter, dass diese Themen nicht aus den Gedanken der Menschen herausgehen, dass Medien weiter darüber berichten und dass wir damit erreichen, dass Leute nicht daran denken, wenn sie das Wort Iran hören, an Ahmadinejad, an diesen Mörder oder an eine mögliche Atombombe. Das sind alles Themen, über die man den Iran hier weltweit verkauft. Aber das ist nicht der Iran. Der Iran ist nach wie vor die tagtäglichen Menschenrechtsverletzungen. Und das ist Aufgabe dieser Iran-Mahnwache auf dem Pariser Platz. Jeden Sonntag seit 2 Jahren nun. Und ich denke mal, wenn wir vielleicht noch 2 Jahre stehen, dann ist das einfach so. Das muss sein. Es ist ein Beitrag